سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. امروز میخوایم درباره خشم حرف بزنیم. خشم یه احساس طبیعیه که هر کسی هر از گاهی اونو تجربه میکنه. خشم یه واکنش عاطفی به تهدید، بی‌عدالتی یا ناامیدیه و مدیریت اون میتونه دشوار باشه. خشم اگه کنترل نشه میتونه منجر به عواقب منفی مانند روابط تیره، کاهش اعتماد به نفس و گاهی هم عواقب سخت بشه. در این ویدئو ابتدا درباره اینکه خشم چی هست و چیا باعث ایجاد خشم میشن حرف میزنیم و بعد چند استراتژی مؤثر برای مدیریت خشم و داشتن یه زندگی سالمتر رو بررسی میکنیم. خشم چیست؟ خشم یه احساس پیچیده است که میتونه از محرک‌های مختلفی ناشی بشه. یکی از دلایل رایج عصبانیت انتظارات برآورده نشده است. وقتی مردم انتظارات خاصی از موقعیت یا شخصی دارن و این انتظارات برآورده نمیشن، ممکنه احساس عصبانیت کنن. به عنوان مثال، اگه فردی در محل کارش انتظار ارتقای شغلی داشته باشه اما این ارتقا به شخص دیگه‌ای برسه، ممکنه احساس عصبانیت و رنجش کنه. یکی دیگه از محرک‌های خشم احساس خارج از کنترل بودن شرایط هست. وقتی افراد احساس می‌کنن کنترلی بر زندگی یا محیط خودشون ندارن، ممکنه ناامید و عصبانی بشن. مثلا زمانی که شخصی که باید برای یک قرار ملاقات مهم به موقع به جایی برسه اما در ترافیک گیر کرده. احساس ناتوانی در کنترل موقعیت میتونه منجر به ناامیدی و عصبانیت بشه. احساس بی‌عدالتی هم میتونه منجر به خشم بشه. وقتی ما آدما احساس میکنیم که با ما ناعادلانه رفتار شده یا حقوقمون ضایع شده، ممکنه احساس خشم و عصبانیت کنیم. به عنوان مثال، زمانی که شخصی ناعادلانه به کاری متهم شده که اون کار رو انجام نداده. احساس بی‌عدالتی ناشی از به اشتباه متهم یا سرزنش شدن میتونه منجر به احساس خشم و ناامیدی بشه. نکته مهم اینه که ما از این محرک‌ها آگاه باشیم و یاد بگیریم که چگونه خشم رو به روشی سالم و سازنده مدیریت کنیم. این میتونه شامل یادگیری تکنیک‌هایی برای آرامش و کاهش استرس و همچنین مهارت‌های ارتباطی باشه. همچنین با انجام اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت خشم، ما میتونیم زندگی شادتر و سالمتری داشته باشیم و روابط خودمون با دیگران رو بهبود ببخشیم. اشاره به این نکته هم ضروریه که وقتی احساس عصبانیت میکنیم، بدن ما هورمون‌های استرس مانند آدرنالین و کورتیزول ترشح میکنه که میتونه باعث علائم فیزیکی مانند افزایش ضربان قلب، تنفس سریع و تنش عضلانی بشه. راهکارهایی برای مدیریت خشم. حالا که در مورد عواملی که باعث خشم میشن حرف زدیم، بیا چند روش در مورد مدیریت خشم رو هم مرور کنیم. یه استراتژی مهم اینه که یه قدم به عقب برداریم و افکار و احساسات خودمون رو بررسی کنیم. این روش به این دلیل کمک کننده است که باعث میشه تا درک بیشتری از دلایل اصلی خشم خودمون به دست بیاریم و یا حتی متوجه الگوهایی در طرز فکرمون بشیم که باعث ایجاد عصبانیت و خشم میشن. وقتی ما فهمیدیم چه محرک‌هایی و قرار گرفتن در چه موقعیت‌هایی باعث ایجاد خشم در ما میشن، بهتر میتونیم برای کنار اومدن با اون محرک‌ها یا موقعیت‌ها تلاش کنیم. یکی دیگه از استراتژی‌های مؤثر ورزش و فعالیت بدنیه. ورزش یه راه عالی برای رهایی از احساسات فروخورده است و میتونه به کاهش سطح استرس کمک کنه. حتی چیزی به سادگی پیاده‌روی سریع یا چند دقیقه انجام دادن حرکات کششی میتونه در کاهش احساس عصبانیت به ما کمک کنه. روش بعدی انجام تمرینات مدیتیشن و مایندفولنس یا همون ذهن آگاهی هست. ذهن آگاهی یا مایندفولنس
یعنی حضور کامل در لحظه حال که میتونه به ما کمک کنه تا آگاهی بهتری از افکار و احساسات خودمون داشته باشیم. ذهن آگاهی از این نظر برای مدیریت خشم مفیده که به ما این امکان رو میده احساسات خودمون رو بدون اینکه درگیرشون بشیم و بر ما غلبه کنن مشاهده کنیم. در نهایت این خیلی مهمه که به یاد داشته باشیم مدیریت خشم شامل پیروی از روش‌های ارتباط مؤثر هم میشه. ارتباط مؤثر یعنی افکار و احساساتمون رو به شیوهی واضح و محترمانه بیان کنیم و در عین حال به دیدگاه‌های دیگران هم گوش بدیم و سعی کنیم طرف مقابل رو هم درک کنیم. این کار از ایجاد سوء تفاهم جلوگیری میکنه و موقعیت‌هایی که میتونن منجر به ایجاد خشم بشن رو از بین میبره. با استفاده از ترکیب از این استراتژی‌ها میتونیم خشم رو به روشی سالم و سازنده مدیریت کنیم. البته این کار به زمان و تمرین نیاز داره. همونطور که بررسی کردیم، خشم یه احساس طبیعیه، اما مدیریتش دشواره. با درک منبع خشم، تمرین تکنیک‌های آرامسازی خود و برقراری ارتباط مؤثر میتونیم یاد بگیریم که خشم خودمون رو به روشی سالم مدیریت کنیم. اما باید به یاد داشته باشیم که مدیریت خشم ساده نیست و نیاز به زمان و تمرین داره، اما مزایای با ارزشی داره و میتونه زندگی رو سالمتر و شادتر کنه. امیدوارم این ویدیو واسط مفید بوده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کن تا بتونی ویدیوهای بعدی رو هم ببینی. مراقب خودت باش.